سلام، امروز اومدیم جشنواره لاله های نیاگارا. فاصله‌مون تا آبشار تقریبا 20 دقیقه است. جای خیلی قشنگ و با صفاییه. اینجا بلیتش نفری $22. ولی اگر گروهی بگیرید بالای 10 نفر یه تخفیف خیلی خوب بهتون میده. حتما بیه، خیلی قشنگه. به ازای هر یه دونه بلیتی که میخرید یه دونه گلدون بهتون میدن که میتونید باهاش 10 تا شاخه لاله رو بچینید و با خودتون ببرید. برای اگه بیشتر هم بخواید میتونید بچینید، مطمئن اونو هزینه‌شو دونه‌ای باهاتون حساب میکنن. فکر کنم حدوداً دونه $1. حالا بعضیا گلای باز شده دوست دارن، بعضیا قنچه دوست دارن، ولی به نظر من با توجه به مسیری که واسه خونه ما داریم هرچی کمتر باز شده باشه بهتره، چون تو مسیر گلاش میریزه. اینجا تو این مزرعه یه سری چادر هم هست که محصولات خودشون رو میفروشن. مثلا پیاز گلا، انواع پیاز گلا رو دارن، چه دونه‌ای چه بسته‌ای که هر چیز دیگه مرتبط با گل و کشاورزی. یعنی هر چیزی که بخواید برای باغ یا ویلا یا خونه‌تون یا گلدونای تو آپارتمان هم میتونید اینجا خرید بکنید. اونا رو که چیدی میاد دم در خروجی، هر تعدادی که باشه براتون رایگان بسته‌بندی میکنن. Hello. How you doing? Good, thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Next, please. این هم از دو تا دسته گلی که ما امروز چیدیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.